پوتین برای گفتگو درباره افغانستان و امنیت منطقه به تاجیکستان می رود. به گزارش خبرگزاری معمار کاخ کرملین اعلام کرده است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 9 اکتبر به تاجیکستان سفر می کند تا با همتای خود امام علی رحمان درباره تحولات افغانستان و همکاری های امنیتی دو کشور مذاکره کند. سفیر روسیه در تاجیکستان گفته است که محور اصلی این مذاکرات مسائل مرتبط با افغانستان خواهد بود و دو کشور در چارچوب سازمان همکاری شانگهای درباره تهدیدات منطقه‌ای همکاری خواهند کرد. با افزود که وزارتخانه‌های دفاع روسیه و تاجیکستان در حال بررسی راهکارهای برای تقویت ظرفیت پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان و نوسازی نیروهای مسلح این کشور هستند. پایگاه 201 بزرگترین تأسیسات نظامی روسیه خارج از خاک این کشور است و پس از تسلط طالبان بر افغانستان تمرینات و آزمایش‌های آن افزایش یافته و به تجهیزات مدرن مجهز شده است. پیشتر سرگئی شویگو دبیر شورای امنیت روسیه هشدار داده بود که حضور بیش از 23,000 جنگجوی گروه‌های تروریستی بین‌المللی در افغانستان تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان محسوب می‌شود.